السلام علیکم هموطنان عزیز، حاضرین گرامی. خب اینک ما در شهر استانبول در پیش کنسولگرای تاجیکستان قرار داریم در یک تظاهرات مردمی که در اینجا همه شهروندان تاجیکستان حضور دارند. نه وابسته از یگان حزب و حرکت، ما شهروندان تاجیکستان در اینجا سرجم آمدیم به خاطر آنی که در حکومت تاجیکستان، حکومتداران تاجیکستان از ظلم، از ستم، از شکنجه دست بکشند. خیلی که با ما و شما معلوم است برادران عزیز، در اینجا خواهر ما شبنم خدایداد و مادر بزرگ ظرفا رحمانی و چندین نفران دیگر با مثل زید سید، با مثل شهرت قدرتوف، با مثل بزرگمیر یارو، با مثل دیگر آدمانی که امروز حکومت خودکامه تاجیکستان کنج زندان کرده است، با او خاطر ما در اینجا سرجم اومدیم و باز هم به حکومت تاجیکستان میگویم که از این ظلم، از این ستم، از این شکنجه دست بکشد. تا آخرین نفس ما مبارزه خودمان میبریم. ما انشالله تا آخرین نفس مبارزه خودمان میبریم. ما یک جان ای الله دارم. الله مرا یک جان داده، ما جان در راه الله قربان میکنم. تا آخرین نفس من مبارزه میبرم. ما رحمانوف چیزی نگرفتم، ما از رحمانوف چیزی ندارم، ما از رحمانوف نمیترسم. تا آخرین نفس ما مبارزه خودم میبرم در راه الله. باز هم بار دیگر میگم از حکومت تاجیکستان از این ظلم دست بکش، از این ظلم دست بکش. باز بار دیگر به تو میگم